چیزی که اسرائیلی‌ها میگن اینه، میگن که امپراتوری پارس ما رو ناجی ما خواهد بود. یعنی دو تا ناجی دارن، یک کوروشه که ناجیشون بوده مثلا در فضا، یک نفر دیگه است که بیاد و کوروش ثانی به عبارتی و ناجی ما خواهد شد. شیعه هم میگن نه، اسرائیل کلا نابود میشه. تفسیرشو باید بپرسید از اونایی که پشت ریستارتن تفسیر کنن و قرار نیست با چیزی بگیم. ولی تا امپراتوری پارس نباشه اصلا مسیح نمیاد، مشیح نمیاد، هیچ اتفاقی نمیاد. امپراتوری پارس تشکیل میشه، دنیا به پایان نزدیک میشه. اون وقت حالا 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 1000 سال دیگه نمیدونی شما که بعدش اتفاق میفته. بابا همون دوران بختونات کردن تموم شد دیگه. یهودی تموم شدن. این همه یهودی چیکار میکنن؟ هیتلر بر اساس آخرالزمانی حرکت کرد. همینطور که الان اردوغان بر آخرالزمانی داره حرکت میکنه. شما فهمید این خامنه‌ای حرکت میکرده؟ همشون اردوغان برای چی میگم اسرائیل فلان اسرائیل فلان؟ اونها همینجوری فکر میکنن اسرائیل هم همینطوری باشون فعلانه. هیتلر بر اساس آخرالزمانی حرکت کرد دیگه. نه این هم یهودی وجود داره. هیتلر رفت. کی میتونه بگه که آخرالزمان چی میشه؟ این سواله. با تفسیر کنیم. اول امپراتوری پارس تشکیل میشه، یکی میاد، حالا اون تصمیم میگیره که چه خبره. تا امام زمان هم خیلی فاصله داره. دقت کن امپراتوری پارس ممکنه امشب تشکیل بشه، 200 سال دیگه امام زمان بیاد. دقت کن تا تشکیل نشه امام زمان نمیاد، مشیح نمیاد، مسیح هم نمیاد. آخر زمانی نیست. هر کی میکشه شهید چیز خره، هر کی فکر میکنه شهید چیز خره. هر چی کاری بکنی به خدا نچسبه، هیچ کار اتفاق نمیفته. نمیفته. امپراتوری پارس باید بیاد. بدرود.